الو ژاپنه آقا، بس کن کارخونه هوندا. بله دمت شما گرم. الو هوندا آقا، خسته نباشی. یولداشیم سن گارداشیم سن هوندا و شاخلاری. آقا ما انتقاد داشتیم. آقا این بچه ها هر رو میرن تو گچ، به مولا نصف رفیقای من تمام بدنشون پلاتینه، تقصیر توه. حداقل این رابطه دو طرف است. ما از تو موتور میخریم، حداقل بیایم بیمه بیکاری بده، ما میریم تو گچ. والا نصف این بچه ها به خاطر تو رفتن تو گچ ها، هم تو، همون کاوازاکی، همون سوزوکی، همون یاما. ما مادرامون میگن با شما نگردیم. خدا شاده مادر همه میگه با اینا نگرد، اینا تهش چیزه، اون دنیاست. چه خبر؟ خوبی؟ موتور خوش دعوا دیگه. چی زدین جدید؟ سیبی هم که جمع کردی ها؟ ضرر میکنی والا، ضرر. اینجا همه سوار میشدن، قیافه میگرفتن، ره ازت میخریدن. یه درخواست دیگه داشتم، یه بخاری نمیخوای بذاری رو موتور؟ خودت میشینی سردت نی؟ یعنی چیه سامورایی سردش نمیشه؟ اینجا بچه ها همه گندگوز، نه کلا نمیذارن سرشون، همه سینوزیت گرفتن، انبرنسا دم میکنن اینا. بابا